با درود خدمت دوستان عزیز و مشتاقان پایتون. در یکی دیگه از برنامه‌های Python for Everybody از کتاب دکتر چارلز سیورنس هستیم. تا اینجا خیلی چیزایی رو یاد گرفتیم. اینجا می‌خوایم در این قسمت یک مثال یک کم پیچیده‌تر رو مورد بررسی قرار بدیم که خود دکتر چارلز هم این رو مورد بررسی قرار داده در کتابش. خب ما یاد گرفتیم که لوپ چی هستش. لوپ indefinite لوپ یا نامحدود یا definite لوپ یا محدود که همون for هستش به چه شکلی هستش. اما این فقط هدف اصلی ما نیست. هدف اصلی ما این نیستش که فقط یاد بگیریم که خب لوپ ها چی هستن. ما میخوایم که از اونها در کارهای عملیمون استفاده بکنیم و نتیجهش رو ببینیم. بنابراین یک مثالی رو اینجا ما میخوایم مورد بررسی قرار بدیم که اون مثال این هستش که ما چطور میتونیم در یک لیست بزرگترین عدد رو به وسیله لوپ پیدا بکنیم. خب فرض کنید که من اینجا یک لیستی دارم. من این لیستم رو اینجا می نویسم، اسمش هم میذارم لیست. خب فرض کنید این لیستمون شامل عدد 9 41 12 3 74 و 15. خب من این لیست رو دارم، میخوام که بزرگترین عدد رو داخل این پیدا بکنم. خب طبعا شما حسابشو بکنید، ممکنه که این لیست ما میلیون ها عدد باشه. با نوشتن این لوپ من میتونم اون میلیون ها عدد رو در کمتر از 1 ثانیه پیدا بکنم. خب ما خودمون اینجا الان میگیم که خب عدد 74 است، اما فرض کنید که ما میلیون ها عدد داریم. بنابراین ببینیم که چطور میشه به وسیله لوپ این رو پیدا کرد. قبل از نوشتن این برنامه ما نیاز به یک الگو اصلی داریم برای پیدا کردن این بزرگترین عدد، یا یک استراتژی داریم. خب ما باید ببینیم که قبل از اینکه هر عددی رو بخوایم مورد بررسی قرار بدیم، کوچکترین عدد چی هستش. منظورم اعداد طبیعی هستش. پس ما یک متغیری رو در ابتدا اینجا ما تعریف میکنیم به نام largest so far. یک وریبل، یک متغیری رو تعریف میکنیم و اون بهش یک مقدار میدیم. مقدارش چی هستش؟ -1، چون از -1 دیگه کمتر نمیتونه باشه. بنابراین من میام این رو به این شکل مینویسم. توی برنامه نویسی یک چیزی که خیلی میتونه مورد استفاده قرار بگیره استفاده از پرینت هستش. یعنی میتونید برنامه‌تون رو اینطوری چک بکنید که الان کجای کار هست. خب من میام اینجا میگم print before loop، یعنی قبل از اینکه لوپ اجرا بشه largest so farمون چی هست. خب من اگه این الان سیو بکنم و ران بکنم برنامه رو، به من نشون میده که لارج سوفا رو من -1، چون هنوز لوپی انجام نشده و هیچ چیزی مورد بررسی قرار نگرفت. حالا من میخوام در واقع اون بزرگترین عدد رو، بزرگترین ولیو رو داخل این لیست پیدا کنم. پس بنابراین میام یک از لوپ استفاده میکنم. به چه شکلی؟ که گفتیم لوپ میاد دونه دونه این عددا رو بررسی میکنه. میگیم for num مخفف number in list 2. پس میام اینجا در خط اول بهش میگم که
یا دونه دونه این عددا رو داخل لیست بررسی کن. حالا به چه شکل؟ میگم if نام بزرگتر از greater than largest so far بود، largest so far منو جایگزینش کن با نام. ببین اینجا یکم تریکیه، اینجا یکم پیچ داره. بهش میگم که ببین اول میاد بررسی میکنه، بعد میگم اگر این نامبر من بزرگتر از لارجست، یعنی وقتی میاد بررسی کنه اول میره سراغ اولی که عدد 9 هست. اگه بزرگتر بود که طبعا 9 بزرگتر از منفی 1، لارجست سوفار منو جایگزینش میکنه با نامبر، یعنی منفی 1 رو با 9 جایگزینش میکنه. تا اینجا درست شد؟ خب حالا میام اینجا بهش میگم، گفتم میخوایم از لوپ استفاده کنیم که به موقعیتمون رو بهش میگم این لوپ. میخوام ببینم چه خبره داخل لوپ ما. نامبر رو بده، بعد وقتی نامبر رو به من دادی بگو که largest so far و largest so far من به هم نشون بده. خب این به چه شکلی هستش؟ اومد گفتش که در واقع عددا رو مورد بررسی قرار میده. اگر largest so far ما در واقع اون عدد بزرگتر از largest so far، یعنی عدد بزرگتر تا به الان بود، اینو با هم جایگزین میکنه. و چی رو پرینت میکنه؟ میگه الان توی لوپ کدوم عددیم و عدد بزرگترمون تا به الان چیه. انقدر میره تا اینکه به آخرین عدد برسه و در نهایت میام بهش میگم که پرینت کن. حالا بگو after loop largest so far. خب من این رو اجراش میکنم، یه بار اجراش میکنم که ببینید، بعد دوباره تحلیل گام به گام این رو انجام میدیم که بیشتر جا بیفته. خب الان اگر شما به ترمینال دقت کنید میبینید که اینجا نوشته b for loop -1. خب این خط اجرا شده. چرا؟ چون هنوز لوپی صورت نگرفته، پس لارجست سوپر ما همون -1 هست. بعد میاد میگه توی لوپ ما عدد کدوم عددیم؟ عدد 9 in the loop 9 largest so far 9، چون همون 9 و خود 9 هم عدد 9 بزرگتر از -1. از 9 میپره روی 41، پس میگه در لوپ 41 لارجست so far ما هم 41. بعد میشه 12. توی لوپ میاد 12 رو بررسی میکنه، اما چون که 41 هنوز بزرگتر از 12 دیگه این خط اینجا اجرا نمیشه. چرا؟ چون این شرط برقرار نشده. بعد میره 3 رو مورد بررسی قرار میده، دوباره این هم همینطور 3 کوچیکتر از 41، پس این شرط برقرار نیست، این خط هم اجرا نمیشه. بعد از 3 میره 74 طبعا بزرگتر از همشونه، پس اون رو جایگزین میکنه. دوباره میاد روی 15، میگه این لوپ ما 15 ایم، اما لارجست سوفار ما 74. چرا؟ به خاطر اینکه باز هم این شرط برقرار نیست و این خط اجرا نمیشه. وقتی لوپ تموم میشه
after loop largest so far ما میشه 74. پس به این روش ما میتونیم بزرگترین عدد رو در یک لیست پیدا بکنیم. حالا یک بار دیگه من این رو به صورت تحلیلی میخوام باتون در میون بذارم. ببینید قبل از اینکه ما لوپ رو بخوایم بنویسیم فرض کنیم ما هیچ عددی ندیدیم، بنابراین مقدار اولیه رو گذاشتیم -1. یعنی گفتیم آقا تا الان بزرگترین عدد اون -1 که کوچیکتر از هر عددی میتونه باشه. وقتی که لوپ انجام میشه میاد 9 رو میخونه. خب 9 طبعا بزرگتر از -1 جایگزینش میکنه. بعد 41 بعد از 41 بعد از 9 که خب 41 طبعا بزرگتر از 9 میاد جایگزین میشه. 12 و 3 رو نادیده میگیره و همون 41 رو بینویسه چون که بزرگتره و بعد میره سراغ 74 و در نهایت 15 رو بازم نادیده میگیره. خب نکته مهمی که بود این بود که ما بدونیم این لارجست و فارمون رو، یعنی بزرگترین عدد قبل از شروع لوپ رو در اعداد طبیعی، خب اعداد مثبت منظور اون هستش، به خاطر اون -1 قرار دادیم. به خاطر همین حالا اگر ما مثلا فرض کنید لیستی داشته باشیم که عددهای منفی هم توش باشه، میتونیم از راه حل‌های دیگه حالا استفاده بکنیم مثل نان یا هر مقدار دیگه‌ای که در برنامه نویسی وجود داره که خب حالا اینها رو بعداً میشه خودتون مطالعه بکنید و بهش اشاره خواهیم کرد در قسمت‌های بعد. امیدوارم که این تمرین و این مسئله که یک مقدار پیچیده تر بود مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. حتما در خونه این رو تمرین بکنید چند بار که بتونید کاملا به اون مسلط بشید تا بتونیم بریم قسمت‌های بعدی رو هم به خوبی یاد بگیریم. شاد و پیروز باشید.